دیگر اینکه ما به این عقیده هستیم که آنهایی که با پیغمبر خدا را صحابه نام داشتند، کسی که پیغمبر خدا را دید، ایمان آورد و با ایمان از دنیا گذشت، او را صحابی میگویند. و خداوند در حق اونا آیت روان کرده است و چند نفری اونا را چی بشارت به جنت داده است. ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، یا عشره مبشره را گفته است که اینا اهل جنت هستند. کسی اینا را دوست می‌دارد مؤمن است، نشانه ایمانداریش است. کسی اینا را بد می‌بیند او فاسقی در عقیده است. کسی اینا را ضمناً در سخناش تنقید میکند او منافق است. کسی آشکارا اینا را کافر میکند خودش کافر است. شاید شما سوال دید که کی صحابه کافر گفته است؟ کی صحابه را دشنام داده است؟ دشنام دادند. 3 روز پیش در دوشنبه سعدالدین گفتنی داملا ای نهضت اسلام در حضور داملا ایشانیان، در حضور داملا گلبای، در حضور داملا عبدالحلیم، در خانه ایشانی عطا گفت که مردم سخنایی که نسبت زن پیغمبر خدا عایشه میگویند یعنی شیعه ها حق است گفته است. انا کفر، انا اینکه بی عقیده ایم، انا مسلمانی. همین مسلمانی است. خدا در قرآن چی میگوید؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. خدا میگه خبیث خبیث میگیرد، زنی خبیث مردی خبیث میگیرد، مردی خبیث زنی خبیث میگیرد، پاکیزه زن زنی مردی پاک میگیرد، پاکیزه مرد زنی پاک میگیرد. اونایی که شما میگویید پاک هستند خدا میگوید در سوره نور آیه والله اعلم 26 لهم مغفرة، خدا اونا را بخشیدگی است، جای اونها جنت است. خداوند چی؟ از جنت جاودانی انشاء اونا را با نصیب میکند. امروز جرأت یک آدم بینه اهل علم خوب هستند. کنی داملا حکمت الله پیشوای مذهب و دیانت، کنی داملا محمد کمسنگری، کنی پیشوای مذهب و دیانت داملا معروف، کنی داملا محمد الله پیشوای مذهب و دیانت، کنی داملا حیدر دهنی خیلی آدم بزنن. چرا خاموشن؟ از این واقعیت 3 روز گذشته است. زنی پیغمبر خدا را دشنام میتیند. کنی بیدار کننده ملت حاجی میرزا، کنی کجا در نشان محمود نشان نوریدین در کجایند؟ کنی بعدن این داملا سراج‌الدین میگوینش، داملا علامه میگوینش، کنی در کجایند داملا محمد الله ایشانی محمود؟ یک بار دیگه میگم در کجایند؟ مدرسه 15 ساله طلبه تیار میکند، شرق شناسا 50 ساله در انستیتوت شرق شناسی میخونند. نخون ملت ما به بیچاره تا محمد جان شکورов دفاع میکند، تا رسول هادی زاده دفاع میکند، تا چی محمد جان عمرov دفاع میکند، تا فیض الله بابایف دفاع میکند. دیگه ما شرق شناس نداریم، دیگه ما عالم نداریم. و اینا همه دعوای مسلمانی دارن که 15 سال شد مدرسه کادر میبرند. در کجایند؟ امروز زنی پیغمبر خدا را دشنام میدن، مسلمانا خاموشند. سوگند به خدا عظام الله ها را که جوانا بسیار ذکر شدن. یک قسمش که شب خوابم نبرد، یک قسمش که دوله نیمه بلند شد گفت، یک قسم دیگهش یک گپ دیگه گفت. خوابند دام الله ها. اما با یک دامالله دیگه دشمنی داشته باشن، روز جمعه منبر پیغمبر خدا در برآمده شرم نداشته رفیق خودش غیبت میکنه، میگه فلانچه این خیلی گفته است در حق من. این منبر پیغمبر خدا است. تو منبر جمعه خانی را از پیغمبر آموختی، تو شرم نمیداری، تو باور داری که با پیغمبر روبرو میشوی. چی میگویی پیغمبره؟ تو از زن پیغمبر دفاع کردن نتونی. خدا در قرآن میگه زنای پیغمبر مادرای شمایند، تو مادر دفاع کردن نتونی، تو یک دیوسی. کسی خواهر و مادر و خاله و زنش جیانش دفاع نمیکند. سوگند به خدا دیوس در کار نیست. در این ملت جوانمرد در کار است که برای دین و جمعیت خدمت کنه. فقط شعر خونیم دیگه در میکروفون ها، فقط موافق دل شما گپ زنیم دیگه نمیشوه. موافق دل گپ زدیم، زدن پیغمبر خدا را دشنام کردن، همه خاموش استاد.
چی گپ است؟ مسیحی آمد در بدر خانه مردم تخت کرد، موج نوست نه مینوت کو. دو ملا چی خواب رفت در خونش، نه موج نوست نه مینوت نه کورستان. تو طلبش نکردن، ماشینش روان نکردن، نخست مردم نفهمونه. شاعر و نویسنده ها در کجایند؟ سوگند به خدا در همه خیل قضیه ها خاموش ایستادن این خیانت به دین و ملت است. امروز زنی پیغمبری خدا را دشنام میکن، پگه پیغمبری خدا را دشنام میکن، پگه تو چی مسلمانی دیگه؟ تو چی دعوا میکنی؟ چی داری تو؟ انا نتیجه بی عقیدگی. مسلمان ها بسیار مسلمان های خوبه، بسیار مسلمان های خوبیم، از زن پیغمبری خدا دفاع کردن میتوانیم. خدا میگه مادرتون است، از مادران ما دفاع کردن نمیتوانیم.